ساکن دهه تاجیکستان جماعت دهات قمسنگیر ناحیه جیهون معروف قیوموف سالی سیوم است که در زمین نزد حولیگیش که 4 ساتیخ را در بر میگیرد گرمخانه تشکیل کرده نهالان تروپیکی بانان و پاپایا را پرورش میکند. پرورش بانان پاپایا برای موندیم 3 ساله که اینا حاصل میده. حاصلاشو گرفته ایم اساسا نهالاشو بسیار کرده ایم. نهالا کم بود با بسیار کرده شنونده ایم. اقلیم ما ما 3 بار میتونیم گرفته محصولا. زمستون 1 بار، بهاری، بعد اینمی آذر وقتا تیرمو. پرورش که نه من شیدیس است. مغزای خوبه. خیلی بانان تاجیکستان دو ببروی نغزه که آخه بانان تاجیکستان به یگان خیمیکات به یگان چه محصولات یگان زهر نمیزنه. طور قید گردید پرورش این نوع میوه تروپیکی با اقلیم ناحیه مساعد بوده نگاهبین زیاد را هم طلب نمی کند. استفاده غذای درست و سری وقتی امکان می دهد که در 1 سال 3 مرتبه حاصل دلخواه به دست آورده شود. یک نهال بانان از 450 تا 500 دانه حاصل می بندد. نهال پاپایا این نوع میوه همچون خربوزه درختی محسوب یافته برای تبابت بیماری قند مفید و میوهش نیز سر حاصل است. معروف قیوموف مقصد دارد که میدان این نوع نهالان تروپیکی را وسیع نماید. کوچت نهالان پاپایا را از جمهوری ازبکستان وارد نموده کوشش دارد که با استحصال این نوع میوه های تروپیکی در فراوانی بازارهای کشور حصه گذار باشد. دهقانان جماعت دهات قمسنگیر از روی تجربه و از تجربه دیگران آموخته در حدود ناحیه حدود جماعت با پرورش چندین نمودی رستنی ها، درخت های میوه دهنده و دیگر نمودی محصولات های کشاورزی مشغول می باشند که آنها توانستند چون که ما شاهد هستیم توانستند پرورش چندین نمود میوه های تروپیکی که در دولت هایی که اقلیمشان گرم است در ناحیه ما پرورش کنند. ساکن دیگر جماعت دهات مذکور زاکرجان مولانوف نیز در برابر استفاده با ثمر خوجگی دهقانیش زمین نزد حولیگیش را نیز عاقلانه استفاده میبرد. همزمان در گرمخانه نزد حولیگیش لیمو پرورش کرده شده هم مساله حاصل این و دیگر محصولات کشاورزی به ناحیه های گرد و اطراف و خارجی کشور صادرات کرده می شود. شما دیده شده که لیمون مو کردگیم این لیمون بعد 1 ماه ماه نوامبر این اوزار شوی سر شدگی ماه نوامبر دا خودم میرسد زار نشود بخمنو مثلا میره نگاه بینی اوزی قوریشه اوزی قشمو وقتش اوزی قشم میتیم برای حشراتوی ضرر رسون دوروی زهر کرده دورو کرده نیستیم در سالش با این نورمو 5-6 بار میشویم وقتی گل دا پیش گل کردن ما اوزیقش اوش هم ماشه تیار کرده میتیم ماه دکابر یانوار. زاکرجان مولانوف در خوجگی دهقانیش با نام خوبونزه که 4 گکتار را در بر میگیرد شفتالو، بادام، پیاز، سبزی پرورش می نماید. اینا ما زمین نزد حولیگی هم و من پیاز، گشنیک، کلوبنیک، بلگری، نه ترب، شلغم، اینا انار، لیمو همه چی داریم. مهنت میکنیم من کلینا کتی نبیره ها کتی روزگار ما به پیش میبریم. او زمین را هرگز خالی نمیموند. در گرمخانه خوجگیش از اولین ها شده تربوز بروقتی را پرورش کرده پیشنهاد خریداران میگرداند. واقعا از مهنت شبانه روزی و برکت دهقانان دسترخوان ساکنان کشور پرناز و نعمت است. دهقانان جماعت دهات وحدت ملی ناحیه نیز با زحمت اهلانه خود در استحصال محصولات خوشصفت تر و تازه سرمایه‌گذاری می‌نمایند. در مقیاس جماعت 1100 گکتار زمین‌های نزد حولیگی و 220 گکتار زمین‌های یاری شخصی یعنی زمین‌های پرزیدنتی موجود می‌باشند که آنها پورا با مردم دسترس بود. زمین‌های یاری رسان جمع آوری سبزوات یعنی سبزی در جماعت علاقه آغاز گردید. واقعا زمین یگانه منبع رزق و روزیرسانی مردم است. اگر آن درست استفاده شود در این صورت نتیجه زحمت دوچند حاصل می‌دهد. سرور دولت همیشه تاکید می‌سازند که زمین را درست و عاقلانه استفاده برید. تنها در همین صورت حجم استحصال محصولات کشاورزی افزون گردیده حفظ امنیت عضو قواره کشور تامین کرده می‌شود.